گفتم ای دکتر ناشی ز چه می پیچمانی، من که میدانم و حتما که تو هم میدانی، آتش خشم ز بیروت به بغداد رسید، وای اگر از پی بغداد بود تهرانی، نز امامه عظما اثری میماند، نز لبخند ظریف و حسن روحانی. چی شده؟ صدای آهونانه شنیدم داشتم میبادم تو استودیو. من فقط یه صدای خوش شنیدم. نه یه صدایی بوده اینه قارقار کلاغ. حالا بیخیال، قبل از اینکه بری سر سوالات واسه اینکه کار خرابی بار نیاری، تو جاده تاریخ اگه رفتی از کوروش و پاسارگاد و اینا سوال موال نمی کنی. تو مسیر جغرافی اگه انداختی از لبنان و عراق و اینا اصلا تو خبر نداری که کجا هستن. تو سیاست خارجی هم FATF و گام چهارم و برجام و این حرفا تو استودیو نمیاد. فهمیدی یا نه؟ میخواین تو زمینه حیات وحشم دعوای مجلس و دولت و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت رو هم درس بگیرم آقای دکتر؟ یخ کنی با این درک استراتژیکیت. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن مشهنگه ساندویچ فروشی زده بود، مشتری اومد گفت یه ساندویچ کالباس بده خیارشور توش نذار. مشهنگه گفت ببخشید خیارشورمون تموم شده، میخوای گوجه فرنگی نذارم؟ روشن شد یا برفستم یه ساندویچ فروشی باز کنی اینجا؟ نخیر آی دکتر روشن نشد. یعنی شما که همه اینا رو ممنوع کردین میخواین من برم سر اصل مطلب و علت اصلی ترس مقام عظما رو بپرسم و براندازه و کانون سب کن بینم تو عقل استراتژیکی دست هم معلوم هست کجا رفته. بارو بگو با کی میخوای بحث پیش ببری، همونا رو بپرس، نمیخواد سراغ اینا بری. بله آیه دکتر، این معاون رئیس جمهور اسحاق جهانگیری 4200 تومانی. 4200 چیه؟ 15 میلیاردی؟ بله از سلاطین اختلاس گفت مقام عظما امضای FATF رو تایید کرده. ریختن سرش گفتن دروغ میگی، مقام عظما نگفته. حاجی روحانی با یه سری هم تو مجلس هم میگن این مقام عظما گفته، دوباره اونوریا ریختن روشو گفتن نگفته. یه سگ دعوا شده که بیا ببین خودتونم توش هستین. حرف دهنتو بفهم دیگه، ناکس. نمیشه مقام عظما این دهن مبارک رو بجنبونه بگه آره یا نه، گفته یا نگفته. وضع از اینی که هست که دیگه بدتر نمیشه گای دکتر. دیدی 2000 استراتژیکی نیستی؟ همچین بدتر میشه که حالت جا بیاد. عظمای بدبخت نه راه پس داره نه راه پیش. یه کاری کرده که یه کاریش کردن که هر کاری بکنه دیگه نمیتونه کاریش بکنه. گیر کرده درم نمیاد. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن مشنگه افتاده بود ته چای عمیق، یکی از بالا اومد گفت صبر کن برم چند نفر کمک بیارم. مشنگه دیگه ناامید شده بود، گفت زر نزن، 100 نفرم بیاری هیچ غلطی نمیتونی بکنی. آی دکتر ولی من دلیل سکوت مقام عظما رو نفهمیدم. این دهن مبارکو چرا باز نمیکنه؟ هیچی، وقتی که اوضاع خراب باشه آدم از مرده هم ساکت‌تر میشه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن 3 تا تنبل موقع خوابیدن شرط بستن که هر کی حرف بزنه باید بلند شه چراغو خاموش کنه. چند روز خبری ازشون نبود تا اینکه همسایه‌ها درو چکوندن، 3 تاشون رو مرده پیدا کردن. اولی رو غسل دادن کفن کردن، دومی رو هم همینطور، سومی رو تا غسل دادن میخواستن کفن بکنن گفت من زنده. یهو اون دوتا برگشتن گفتن پس پاچه چراغو خاموش کن.
روشن شد یا بفرستم دنبال خاموش کردن چراغ نظام. آیه دکتر، من یه پیشنهاد کارساز کاربردی دارم که مشکلات ما رو تو برجام و FATF و هرچی از این مشکلات بگین یک جا حل و فصل برو می‌کنیم. ببینیم چه کار ما میکنی. بیایم این چهره مذاکره کننده رو عوض کنیم. اون ریشه بلا تکلیف و لبخند یخ ظریف لو رفته دیگه، سوخته جزغاله شده، هر جا میگن مالکش اعظم اومد. بیایم یک دیگه رو بندازیم جلو. نظرتون راجع به علی لاریجانی چیه؟ خارجیه که نمیدونن پاسدار بوده، از اختلاسش هم هیچ خبری ندارن، به اسم رئیس پارلمان با کلی جنس و افاده بفرستیمش مذاکره. های دکتر خودتو بپوشون نچایی با این پیشنهاد کاربردی. خارجی ها نمیدونن ولی من و تو که میدونیم این شعورش به این چیزا نمیرسه. این از ظریف هم مشنگتره. این اصلا وجودش نظریه داروینو که میگم نسل همه آدما به میمون برمیگرده درجا رد میکنه. این ثابت کرده که بعضیا هستن که نسلشون به الاغ برمیگرده. با عوض کردن اسم و عوض کردن نمیدونم قیافه و اینا که اصل کار عوض نمیشه. و رو بابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که یارو سبزی فروشی داشت، تو محل اسمشو گذاشته بودن اکبر شلقم، به خاطر همین لقب شغلشو عوض کرد، رفت کتاب فروشی زد شیک. الان همه بهش میگن کتاب فروشی اکبر شلقم. آیا دکتر، میخوام یه سوال بپرسم، میترسم عمق استراتژیتون بسوزه. نه که اسلام تو این هیرو بیری به مقام عظما تیکه میندازی؟ نه خیلی داشتم به شما تیکه چی میندازم. گفتی وسط؟ چی عرض کردم که بله بازم زدین به خال، به مقام عظما تیکه انداختم، ولی منظورم تیکه انداختن نبود، منظورم عراق و لبنان بود. چرا نظام از وضعیتی که تو عراق و لبنان پیش اومده این همه میترسه؟ همین چند روز پیش تو اربعین اعلام کردیم که تو عراق میلیون نفر جمع شدن از مقام عظما حمایت کردن. من دیگه از استراتژیست شدن تو قطع امید کردم، تموم شد رفت. وقتی یه چیزی میگیم که شیره بمالیم سر اون بسیجی پاسدارایی که دارن گل و گل میریزن، تو گول میخوری. خب فردا عین همونا تو ریزش میکنی. الان تو عراق همون میلیون که گفتی جمع میشن، ولی عکسای مقام عظما و قاسم سلیمانی مشنگ و آتیش میزنن. میلیون یه چیزایی به مقام عظما و نظام میگن که گوش شنونده میسوزه. اون وقت تو میگی خبری شده که نظام میترسه؟ مرحوم بابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض کردم بله، میفرمودن که به مشنگه گفتم بابات مرده، لباس سیاه بپوش بریم ختم. گفت غلط نکنم یه خبر بدی شده نمیخوایم به من بگینا. آی دکتر، تو دلمو خاله کرده. دقیقه هنوز اصل کاری مونده. با همین فرمون بریم فک نظام طوری پیاده است که هر بسیجی هم میفهمه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض کردم بله، میفرمودن راننده زد رو ترمز نمیگیره، هر کاری کرد که ماشین رو تو سرپایینی نگهداره وای نستاد. رفیقش کنار دستش بود بیدار کرد، گفت بیدار شد، ترمز بریده، روبرو هم کامیون داره میاد این هوا، پاشو تصادف تماشا کن. روشن شد یا بفرستم دنبال تماشای تصادف؟ دکتر، اوضاع اونقدر داغونه که به فاصله این بدبختی تو بدبختی بعدی میگیم خوشبختی. پیاز هم که خودکنی گریت میگیره، یعنی عظمای ما قدر و قیمتش از پیاز هم کمتر شده که از لبنان تا عراق همینجا زیر گوش خودمون خورد و خاکشیرش میکنن، عکسش و آتیش میزنن، شعرهای رو دیوار مینویسن که نمیتونم اینجا براتون بازگو بکنم، بعدش به ریشش میخندن. چون که وقت نیست با یک کلمه جواب میدم. آره آیا دکتر، شما پاتون به زمین حساسیت داره که همش دارین رو رخ مخ من داری راه میری؟ بیشی بابا، تو هم وسط دعوا نرخ تعیین میکنی کدوم مخ؟ آیا دکتر تو نمیتونی به من تاویل بکنی.